قربانم شادی دانشجوی بخش چهارم اینستیتوت صنعت به نام استاد میرزا توسن‌زاده بخش فرهنگ شناسی شعبه آثارخانه شناسی. لیکن من نسبت صنعت و فرهنگ ملی یک ذوق و هوس زیاد دارم. یک سرود میخوانم برای شما ای استاد آدینه هاشمov. من بسیار کسای سرودخوان‌های خلق تاجیک دستمراد، ظفر، آدینه، تقوی مراد و دیگر صنعتکاران خلق همونه بسیار یک احترامی خاصه دارم. از ما بجز از وفا نآید و از یار بجز جفا نآید. دل بر چه بلا بود که هرگز نزد من مبتلا نآید. نزد من مبتلا نآیدی. بر ما رحمت چرا نآید، بر ما قلبت چرا نسازد، بر ما قلبت چرا نسازدی. بیگانه بود بهار آنجا، آواز آشنا نآید، آواز آشنا نآیدی. در خانه ما دیگر نآیی، ما این بری به نوا نآید، ما این بری به نوا نآیدی. صبح دمی درست شد یار به سای خانه رفت، کار شب مرغ سحر یار به این بهانه رفت. ای کار شب مرغ سحر یار به این بهانه رفت. از یار وفا که دید تا من بینم، صبح دمی درست شد. راحت ز جفا که دید تا من بینم، یار به سوی خانه رفت. تو مری منی بی وفایی چه کنم، صبح دمی درست شد. از عمر وفا که دید تا من بینم، یار به سوی خانه رفت. صبح دمی درست شد یار به سوی خانه رفت. ای کار شب مرغ سحر یار به این بهانه رفت، یار به این بهانه رفت. سلامت باشید.